دیگه نیازی نیست 1 تومن بدی ابروات لیفت کنی. بیا تا بهت یاد بدم با 200,000 تومن چجوری ابروات لیفت کنی. شما برای لیفت ابروتون به 3 ساشه از برند مای لامینیشن نیاز دارین. ساشه شماره 1، ساشه شماره 2 و ساشه شماره 3. اولین کاری که نیازه برای لیفت ابرو تمیز کردن ابروتونه که میتونین با دستمال کاغذی انجام بدین، میتونین هم با پد سکه. در مرحله اول مواد شماره 1 رو به ابروتون میزنین به این صورت، به صورتی که مواد نه خیلی زیاد باشه نه کم. بعد از 20 دقیقه پلاستیک رو برمی‌داریم، با شونه به ابرو میکشیم. اگر که ابرو کامل روی پوست خوابید اوکیه، اما اگر که نخوابید دوباره باید مواد بذاریم روی ابرو 2 الی 3 دقیقه بمونه به این شکل. و بعد با دستمال کاغذی کامل پاکش میکنیم به صورتی که اصلا مواد توی ابرو نمونه. بعد از اینکه مواد شماره 1 رو پاک کردیم، مواد شماره 2 رو روی ابرو میزنیم. دقیقا اینم به همون شکل با میکروبراش. مواد شماره 2 تثبیت کننده هست و 3 دقیقه کمتر از مواد شماره 1 میذاریم روی ابرو باشه. دوباره روی همین سلفون میکشیم و میذاریم بمونه. مواد شماره 2 رو پاک میکنیم به صورتی که هیچ موادی داخل ابرو نه. ساشه شماره 3 که آبرسانه. مواد شماره 3 تا 24 ساعت باید روی ابرو بمونه. بعد از مواد گذاری شماره 3 حالا ابرو رو شونه.